یه سودی داشته باشه. در حال همونطور که فهمیدن یادواره بزرگواران به جای خود، ولی اینکه چطور میتواند در زندگی امروز ما مؤثر باشه. من دو تا قطعه از گفتار احمد شاه مسعود رو اینجا نوشتم که بسیار زیباست. توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه، این مصاحبه با یک روزنامه آمریکاییه، میگه که ولی اگر آزادی ما برباد رفت، اگر عمر ملی ما در هم شکسته شد و اگر استقلال ما نابود گشت، در آن صورت این زندگی بر ما کوچکترین لذتی نخواهد داشت. چون بهش میگه چرا مبارزه میکنی؟ یکی دیگه هم اینه که بهش میگه چرا، خیلی جالبه، میگه تو دانشجوی پلیتکنیک بودی، اسلحه به دست گرفتی، قلمت کو، و سوال میکنه، میگه من به خاطر صلح میجنگم، به خاطر آزادی میجنگم و به خاطر رهایی انسان، نه فقط رهایی افغانستان. یه مصاحبه بسیار جالبی بعد از اینکه طالبان اشغال میکنن آمریکا رو، یه روزنامه روسی باهاش میکنه با شاه مسعود. و اگر این مصاحبه رو نگاه کنیم، ما در روانشناسی بهش میگیم کانتکست انالیسیس یا تحلیل محتوای افکار و اندیشه های یک نفر. چون میگن که ما اعتقاد داریم که به حرفای مردم خیلی گوش نکنیم، یعنی خیلی اهمیت ندیم. مردم یه حرفایی میزنن، تو رفتارشون یه کار دیگه میکنند و بسیاری از رهبران سیاسی اینجوری هستن، حداقل یه حرفی میزنن یه کار دیگه میکنن. و شاه مسعود هم خود در حال همینجوری که میبینیم درست با یک جنگاور نیست، یک رهبر سیاسی است، یک نهله فکری رو یا یک فیلسوف زندگیه با یه نگاه دیگری. و ببینید فیلسوف زندگی حرفای خودش میزنن. بسیاری فیلسوفان در مورد شادی زندگی میکنن ولی شدیداً غمگینن، این اصلا بلد نیستن حرفای خودشون میزنن و کار میکنن. حالا احمد شاه مسعود داره مصاحبه میکنه باش طرف و توی مصاحبه داشت تمام شخصیت خودش رو بیرون میریزه. بهش میگه که موقعی که بیکاری چی کار میکنی شبها؟ میگه مطالعه میکنم. چی مطالعه میکنی؟ حافظ. میگه حافظ سرنوشت منه. و سوال کنه دشمن تو کیه؟ میگه دشمن من دشمن افغانستانه و دشمن من کسی است که جنگ رو به ملت من تحمیل میکنه. فرق نمیکنه که نژادش چیه، فرق نمیکنه زبانش چیه. به صراحتاً به پاکستان اشاره میکنه احمد شاه مسعود. حالا که در حال کاری نداریم دیپلماسی افغانستان و پاکستان چگونه است. کدام اسلحه را بیشتر دوست داری؟ خیلی زیباست این جواب. میگه اسلحه‌ای که بهتر دشمن رو بزنه. خب احمد شاه مسعود می‌دونید که تو نبرداش خیلی کم شکست خورد. جزو از اون اونایی که اونایی که استراتژی‌های جنگ رو مطالعه میکنن، شاه مسعود استراتژی فکریش بعضی فکر می‌کردن که احمد بسیار هوشمنده، مثلا همین نبردا رو کم باخته، ولی فقط هوشش نبود. که دو تا از سخنرانان گفتن شاه مسعود یکی از ویژگی‌های برجسته شخصیتش اینه که ایکیوش خیلی بالا بود، یعنی هوش هیجانیش، یعنی سربازها کماندوهایی که باش کار می‌کردن اساساً اینو پذیرفته بودنش به عنوان یک لیدر. دلیل اینکه اساساً به شخصیت اینها احترام می‌گذاشت و باورهای دیگرش رو در واقع در زندگی به کار می‌گرفت. میگن که پیروزی خودت رو در چی می‌دونی؟ میگه در اخلاق. بعد میگه یعنی چی در اخلاق؟ میگه آخه نمی‌دونی که وقتی کسی داره تجاوز میکنه نسبت به کسی که داره دفاع میکنه از خودش، ما از روحیه و هیجان بالاتری برخورداریم از اخلاق، چون ما داریم از ارزش دفاع میکنیم، اونها دارن حمله میکنن. بعد خبرنگار خیلی باهوشه، میگه ببخشید فرمانده، مگر در جنگ اخلاق وجود داره که با اساس اخلاق میبرید؟ میگه 100% اخلاق وجود داره. بهتون میگم اخلاق رو که چطور در جنگ اخلاق وجود داره. برای ما توی سنگرمون اساسی ترین اسلحه همون اول اخلاق و بعد اسلحه به دوش میگیریم. برای همینه که توی مبارزات ملت ما روحیه بیشتری دارن. بعد میگه که ولی نمیفهمم در هیچ کدوم از جنگ‌های جهان حداقل اخلاق رعایت شده باشه. میگه بذار یه قصه واسط بگم. من با کسای زیادی جنگیدم و فرماندهان بزرگی از فرماندهان روس رو ماتشون کردم
که باهاش مصاحبه می‌کنم تو اون جنگی که می‌بازه، میگه که اگر که شاه مسعود نبود من گرفته بودم، افغانستان تمام بود کارش، ولی اگر گیرش بیارم به دار می‌آویزمش حتما. بعد شاه مسعود میگه که من غیر از ایشون فرمانده‌های بسیار زیادی از روس‌ها رو به اسارت گرفتم و وقتی به اسارت گرفتم بسیار خوب باشون رفتار کردیم، بسیار انسانی و اخلاقی و هیچ کدومشون رو نداشت. یک اسیر جنگی رو چه روس چه طالبان چه خود خائن‌های افغان رو هرگز نداشت، هیچ کدوم. ولی الان هم میتونم بهتون بگم بعد از اینکه صبح شد وقتی اینا رفتن بیرون ما ول کردیم فرمانده ها رو، خودشون میتونید برید باشون مصاحبه کنید ببینید یکیشون ما شکنجه کردیم یا یک نفر رو ضرب شرط کردیم، الان هستن زنده در کشورتون سوال کنید. ولی اینو میتونم بهتون بگم اگر بار این کفر رو من میگرفتم همچنان عزیز میداشتمش و به عنوان یک اسیر جنگی اخلاقی باش رفتار میکردم، هرگز دارش نمیزدم. آمریکایی یه اسم قشنگی به احمد شاه مسعود بدونن در طی جنگ بین 1980 تا 1996 این واژه هر موقع که گفتن تصویر احمد شاه مسعود میاد به نام جو، جی او ای، جو در زبان انگلیسی فارسی میشه گوریزپا، میگفتن جو، دفعان جو. میگن که چرا بهتون گفتن جو، این گوریزپایی تو از کجا آمده؟ میگه به ندرت میتونه کسی بیاره من 2 شب زیر یک سقف خوابیده باشم، به ندرت. و به ندرت شده که کسی بدانه پلن بعدی من چیه، به هیچ عنوان هیچ کس نمیدونه. در آن فکر میکنید تصمیم میگیرم در صورتی که تصمیماتم رو قبلا گرفتم. اما یه چیزی دیگه هم به من کمک کرده، اطلاعات. من بزرگترین کاری که می‌خواستم کنم که اطلاعات خوب داشته باشم از اطرافیانم و این رو بدونید بدون داشتن اطلاعات خوب هیچ چیزی رو نمیتونید اداره کنید. وای باحالی که جنگ رو من تمامی جنگام رو با اطلاعات بردم و سعی کردم که در واقع اطلاعات رو همیشه به همه بیشتر کنم. یه نکته بسیار زیاده که آدم رو برجسته شما در سطح جهان و من خیلی کم دیدم آدمی که فرمانده نظامی باشه اینجوری لطیف باشه، نه باشه. میگن چند فرزند داری؟ این خیلی زیباست، 5 فرزند، 1 پسر 4 دختر. پسر چند سالشه؟ در اون زمان پسرش 12 سالشه. میگه 12 سالشه میتونه اسلحه به دست بگیره؟ میگه آره، هم میتونه اسلحه به دست بگیره هم تیراندازی کنه و بسیار هم خوب تیراندازی میکنه. میگه دوست دارید که پسر چه کاره بشه؟ میگه دلم میخواد که وقتی بزرگ شد خودش تصمیم میگیره میخواد چه کاره بشه، به من ربطی نداره. ولی اگر از من بپرسه من میگم دیپلمات بشه یا سیاستمدار. میگه ولی خودت چند خط قبل گفتی که پدر و پدران من همه قماندون بودن، همه ارتشی بودن و اینا و تو هم که بزرگترین فرمانده ارتشی در اینجا. حیف نیست، واژه حیف رو کار میگیره، حیف نیست این سلسله قطع بشه؟ حدس بزنید چه جواب میده؟ یعنی واقعا اوج خرد انسانی است پاسخش. من وقتی پاسخ این رو خوندم تا 1 ساعت فقط تمام بدنم عرق کرده. گفتم وای اگه یک موی، فکر میکنم یک موی احمد شاه مسعود تو تن هر یه دونه از میدلیستیا بود، میدلیست الان واقعا بهش میشد. میگه حیف نیست این سلسله قطع بشه، میگه بگذار حیف بشه. در عوض صلح در افغانستان به وجود بیاد. عزیز من، مردم ما بیش از هر کشور دیگری در جنگ خسته شده. ملت من به آرامش نیاز داره. ملت من سزاوار یک زندگی انسانی است. میفهمی؟ یک زندگی انسانی و یک سیاستمدار یا دیپلمات میتواند زمینه‌ساز زندگی انسانی ملت من باشه. حالا این مجموعه گفتارهایی که جمع می‌کنه می‌بینید که شاه مسعود یه فیلسوف زندگیه و یه اندیشه‌هایی رو ترویج داده است که این اندیشه‌هاش به نظر میاد اگر به کار گرفته بشه میتواند از افغانستان، یعنی برای سالها شاید چشم‌انداز بزرگی رو در سیاست‌گذاری‌های افغانستان به وجود بیاره. من یه تموم شده وقتم میدونم یک شعری رو از پهلوان شعر فارسی میخونم که در ساختار شخصیتی احمد شاه مسعود وجود داره. حالا تصور بکنید که
زمان مرگ شاه مسعود را پیش بینی میکنه که کجا داره میره و میگه چنین گفت مسعود شهید: رقصان میگذرم از آستانه اجبار، از مرگ، چون مرگ هم که فرمودن ذائقة الموت دیگه، همه باید تستش کنن، همه بچشنش. ولی رقصان میگذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره، به ناظر. من زاده شدم، احمد شاه مسعود، من زاده شدم، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه‌ای، نه به هیئت صخره‌ای و نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در صبح گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را ببینم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خویش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و سبزه و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. کدام وظیفه؟ توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان گفتن، توان شنفتن، توان خندیدن به وسعت دل و توان گریستن از سویدای جان، توان سر به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی و توان تحمل بار سنگین امانت و توان تحمل تنهایی چنین گفت مسعود شهید. بدرود. محترم دکتر سیدی، شما خیلی اندازه از زیبا سخن رانی کردید در دنیا میگویم وقتی که طوفان